که زن در دهان شوهرش دشنام کند، نعوذ بالله، چی میشه؟ اگر جوان مرد باشی شخصیت میخواد با من آرای که همون شخصیت من نشان بده. قسم به جناب پیامبر نام مادر ما گرفت تمام بدنم یخ گشت که میخوردونم مو هماندن گویا که یعنی ریش دارن، یعنی ما بخت میکشایم، قور میمونم، خانه در آمده ندار آمده در حال لباساشون میکشن، در بالات میپرن، تن اینها دیر طلاق میشود. چون که از یعنی گردن بالا چی در دهان دشنام کنی، چی در بینی، چی در چشم، در این اعضاها دشنام کردن اکثر از فقها. اینجا یک برادرمون باشه والله اعلم یا خواهرمون باشه سوال کرده که زن در دهان شوهرش دشنام کند، نعوذ بالله، چی می شود؟ اکنون درباره اینکه زن در دهان شوهرش دشنام کند، بعضی از فقهای خودمون، بعضی از یعنی عالم های دین گفتن که وای طلاق می شود. چون که از یعنی گردن بالا چی در دهان دشنام کنی، چی در بینی، چی در چشم، در این اعضاها دشنام کردن اکثر از فقها کفر گفتن، یعنی کفر است. وقتی زنی که شوهر در دهان دشنام کرد، خیلی این گناهی عظیم است، گناهی بزرگ است که اکثر علما یعنی اینا به کفر بردن که نعوذ بالله گفتن انسان یعنی کافر میشه. به این خاطر بسیار انسان باید این نوع یعنی دشنام ها حذر کنه که خیلی گناهش گناهی بزرگ است. نمیدونم که این مردها چه خیلی قطعی چنین زنها زندگی میکنن، زنهایی که یعنی در دهان دشنام میکنن یا اینکه گپ های قبیح دارن. اکنون نمیخوام گپی سخت زیاد بگم. فکر میکنم که هم خواهرها ایمان نداشته باشن. برای زن از همه زیادتر حق شوهرش است. برای مرد از همه زیادتر حق مادرش است. جناب پیامبر در حدیث بیان کردن که برای زنها از همه زیادتر حق شوهر است. هر زنی که شوهرش اگر از روی شریعت از او خفه باشه، اگر او زن روز تا بگه روزه بگیره، شب تا روزه نماز بخونه، حیات عمرش در ذکر عبادت گذرانده باشه، والله قسم که داخل جنت نمیشود. داخل جنت نمیشود زن. نه نمازش فایدهش داره، نه روزش فایدهش داره، نه یگان عملش براش فایده نداره. یگانه او چیزی که زن میتونه داخل جنت کنه راضیگی شوهرش است. برادر دیگر سوال کرده که سلام علیکم بابای داملا، درباره مسخره بازهایی که عالم ها را تحقیر میکنند و گویا یا دعا میخونند یا نکاح میکنند. خب به هر صورت داملا یا ملا گفته مسخره بازی میکنند. یک چیزی میگفتید. اصل برادران عزیز، نه تنها اهل علم ها را، اصل مسخره کردن، مزاح کردن، تحقیر کردن تمام انسانیت ای در شریعت معنی حرام است. چی عالم باشه، چی یعنی انسان عادی باشه، مسخره و مزاح کردن او شخصیت در شریعت این معنی نادرست حرام است برادران عزیز. یگان کس حق نداره، ولی انسان های اهل علم، انسان های عالم تحقیر کردن گناهش خیلی بزرگ است. چون که عالم ها وارثای انبیا هستند. عالم ها شخصیت هایی هستند که جاینشین و پیشبرنده یعنی کارهای پیغمبر ها هستند. و این خاطر تحقیر کردن اهل علم و علما این گناهش بدبخت ملا گفته یا داملا گفته گویا دعاخون هستند، در سرشون یه لاغ بسته، در این جمع بزوار 4 دانه مو هماندن گویا که یعنی ریش دارن. همین یک طور ریش ها بابی اکمه جمع این برای ریکلام های ولی متدعی پویون میکنه. یعنی ما بخت میکشایم، قور ما نمیکنیم. راست میگی، 6 ماه پیش من شما را دم کرده بودم. ما باید شما را دو دم میکردم. من شما را 3 و 8 دم کردم، شما خودتان 6 داشتین. و اذا فسد الجسد کله. گفتن اگر وقت این فاسد شد، بد شد، یعنی بد رفتار شد، تمامی اعضای بدن، جسم، حیات زندگی را بد میگردانه. حضرت گفتن الا و هی القلب. تن شما را عمیق بدانه که این دل است. دلی هر انسان اصلاح شد، صاف شد، پاک شد، بی‌غبار شد، پر از محبت و عشق خدا شد،
او دل جسم و بدن صاف میکنه، اصلاح میکنه، حیات زندگی را دنیا و آخرت نور میبخشه. اما جسم و بدنی که فاسد شد و رسوا شد و همه را فساد میگردونه. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار من، راهی یعنی اصلاح شدن زندگی و حیات تامین است. قلب صاف کو، قلب پاک کو، حرکت که یگان ذره در درون دلت بدی نباشه، بدبینی نباشه، کینه نباشه، یعنی که دل صاف باشه، در دل فقط نیت و قصد خوبی و نیکی باشه، انشاءالله که زندگی تا دنیا و آخرت اصلاح میگردونه و خوب میگردونه. خب اینجا یک دادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملا، یک دوست دارم شبها رفته زنا میکند، باز روزانه زنای کرده اش را در مردم تعریف میکند، میگویمش گناه باید نگویی، او میگوید نگویی، او مرا گوش نمیکند. التماس درباره زنا کمتر صحبت میکردید، او در همین مسجد است شبها. اگر جوان مرد باشی شخصیت میخواد به من رای که همون شخصیت من نشان بده. قسم به نام الله اگر عزای مؤمن حرام نمی بود در بین همین مردم به همه روای نشان میدادن تا اینکه بشناسنش. اما عزای مردم یعنی یک انسان در جمعیت به آبرو کردن این حرام است در شریعت. به همین خاطر من این از شما طلب ندارم و به این برادر گفتنی هستم که برادری که گناه میکنی و با گناه تعریف میکنی، جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک روایت گفتن که خداوند تمام گناه ها را میبخشه، تمام گناهی که انسان گناه کرد میبخشه، مگر نمیبخشه گناهی را که انسان پنهانی گناه میکنه و شب گناه میکنه، خداوند گناهی وی از ستر میکنه. وقتی سحر شد این شخصیت گناهی که خدا سترش کرده است در بین مردم آشکارش میکنه. این گناه خداوند نمیبخشه. یعنی زنای کردی، گناهی که پنهانی و تنهایی کردی، خدا سترش کرد، بجاش کرد، روزانه با ستر کرده خدا را آشکار کردی، خاطر جمع باشه برادری از این گناهی تو را پروردگار نمیبخشه. و انسانی که زنا میکنی، برادری که در راه زنا هستی، یک چیز برای تو من میگم که زنا در حیات انسان قشاقی را میاره. جناب پیامبر گفتن که الزنا و الغنا لا یجتمعان ابدا. گفتن زناکاری و بایگری ابدی جمع نمیشوه. انسان زناگار رفته رفته قشاق میشوه، خار میشوه، ذلیل میشوه، فقیر میشوه، یعنی نادارنده میشوه و به زانو میزنه. یک ضرری که زنا داره انسان قشاق میگردانه و ضرر دیگری که زنا بچه بوده است کار دائمش یعنی هر روز یک عورت نوقتی هم خوابگی کردن بوده، عادت دائمش یعنی بای بچه دارنده هر روز یک عورت علش میکرده. بعد از اون روز از روزها چند یعنی دوست داشته است که برای یعنی عورت می آوردن، اکی خودش بای بچه است اشاره میداره که رفته خودش جدا کنه بیاره. اون دوستاش گفت که همین دخترهای شهری من دل مزدن، دل مگرفتن، یعنی در هم خانه در آمده ندار آمده در حال لباساشون میکشن، در بالات میپرن، تن اینها دیر من زدن. برای من گفتن یه دختری قشلاقی بیاره، یه دیهاتی بیاره تا اینکه اونها کم شرم و حیا دارن با و کم یعنی حیا میکنن، یعنی با آهسته تر هستن. گفتن یک قشلاقی برای من بیاره. این رفیقا و دوستاش رفته از یک دهه یک دخترش آوردن، یک دختر دیهاتی آوردن. این شخصیت میگه در همون حجره که بگه محرم سراش بوده دائمی میدر آمده عشق میکرده، رفته در آمده در گوشه خانه یک دخترک سر و بدن محکم. بعد از اون رفته قفا آغوش گرفته، اون چقدر بدنش میلرزیده، یکون آغوش گرفته آهسته آهسته، بعد روش این جانب گردانده. وقتی رومال ایسرش گرفته نگاه کرده خواهر خودش، خواهر خودش. بعد وجود لرزه گرفته، جناب پیغمبر ما راست میگفت که هر انسانی که زنا کرد در اهل او زنا کرده میشه. ببین خواهرش تسلیم شده تا اینکه ببرنش و او زنا کرده شد. یعنی هر انسانی که زنا کرده اهل بیت زنا کرده. به این خاطر برادر عزیز بسیار خواهش میکنم که از این کار بد چقدر حذر کنه، چقدر احتیاط کنه که خیلی خداوند در قرآن ما را زنا کردن قریبی به زنا را منع کرده. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیل. با زنا قریبی نکنه. خداوند گفته که زنا بسیار راه فحش است
و راه انسانهای بد است. انسان یعنی در دنیا و آخرت رسوا میگردونه. اینجا برادری عزیز سوال کرده که سلام علیکم دوملو، درباره سودا کمتر صحبت میکردید. بسیار قسم میخورند و دروغ میگویند سوداگرها. اکنون قسم خوردن این خودش گناهی بزرگ است، چی در سودا باشه و در سودا اگر دروغ گفته شود یعنی اون دروغ همون عمل درآمد حرام میگردونه. برادر عزیز خیلی گناهش یعنی گناهی بزرگ است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی سوداگرها یک خطاب کردند. گفتن یا معشر التجار، گفتن ای جمعیت سوداگرها. مردم میگه اهلی یعنی تجارتکارها در اون محفل بودن، به سوی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کردن. به سوش حضرت گفتن که این التجار یبعث یوم القیامت فجارا. گفتن بسیاری از سوداگرها در روز قیامت وقتی خیزانده میشوند از جمله انسانهای بدکار هستند، از جمله مردمی بد هستند. گفتن جناب پیامبر مگر گفتن انسانهایی که از خدا ترسیدن، نیکوکاری کردن و در سوداگریش راستگویی کردن. این جمله مردم از جمله بدکارها نیستند. اما سوداگرهایی که یعنی دروغ گفتن و یعنی قسم خوردن، اینها در روز قیامت از جمله بدکارها خیزانده می شوند. در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که سوداگرهایی که یعنی در سوداگریشو قسم میخورن و دروغ میگوین، این سوداگرها در روز قیامت بسیار حساب و جواب سختی دارن. یکم حسابشو از این است که اونها را از قسم خوردگیشو میپرسیده میشود. عذابشو از روی دروغ گفتگیشو بوده است. از روی قسمشو خداوند سختگیری میکرده اونها را و از روی یعنی دروغشو پروردگار اونها را چیکار میکرده است؟ یعنی عذاب میکرده پروردگار. در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره سوداگرهایی که یعنی قسم میخورن در سوداگریشون، جناب پیامبر گفتن که این جمله سوداگرها آخرت شو به دنیا فروختن، فقط دنیا را اختیار کردن، فایده یعنی دنیا را اختیار کردن و در برابر فایده دنیا فایده آخرت فروختن، فایده آخرت از دست دادن. یعنی خیلی گناهی بزرگ است. به همین خاطر انسان باید که چقدر، حتی در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ای جمعیت سوداگرها از دروغ گفتن در سوداگری خیلی حذر کنید، خیلی احتیاط کنید. در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بدترین مکان در روی دنیا بازار است. بدترین مکان در روی دنیا بازار است، بهترین مکان در روی دنیا مسجد است. یعنی ببینه که وقتی پیغمبر بزرگوار بهترین بدترین جا را معین کردن، گفتن بهترین جا کجا است؟ مسجد است. بدترین جا بازار است. جناب پیغمبر را پرسیدن به چی خاطر بازار؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در بازار فریبگری و خیانتکاری و دروغگویی زیاد است. از روی همین جناب پیغمبر گفتن که بدترین مکان این بازار است. به این خاطر هر سوداگری که یعنی در سوداش قسم خورد، قسم دروغ و اصل قسم راست هم باید نخوره، همین سوداگر میتونه یعنی تعریف که مال توصف که چی در کار دروغ گفتن. هر سوداگری که قسم خورد و دروغ گفت، همون درآمدش براش یعنی که نادرست است، حرام است. به این خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار نهی کردن برای قسم خوردن در سوداگری. بهتر میشه که اگرچه درآمدی کم هم باشه، حلال و با برکت باشه، ان شاء الله فایده وی میبینه. اما درآمد زیاد کنی که حرام باشه و نادرست باشه، جوابگری سخت داره در قیامت. از این چیزها باید که ما و شما حذر کنیم. دعا کنیم در آخر که پروردگار رو برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بفرما. پروردگار را در این شب‌های بشمار، در این شب‌های آخر این ماه رمضان گناه‌های ما را مغفرت بگردان. پروردگار را جمعیت ما را خبر آزاد شدن از جهنم و دوزخ برامون نصیب بفرما. پروردگار را عبادت‌های پر از کمبودیمون به درگاه بی‌نیاز زد مقبول بگردان. پروردگار را مشکلی‌های دینی و دنیوی ما را آسان بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو مراد و مقصد داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار بار الله تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را در روی عالم، خصوصا مهاجرها و مسافرها را در حفظ امانت نگه بدار. در کسب کار
افتخارهاش و برکتها عطا بفرما، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان، از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگارا جملگیمون خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.